سلام بچه، حالتون چطور؟ امیدوارم حال دلتون خوب باشه. من سعید هستم و صدای منو از جنوب میشنوین. آقا امروز اومدیم با جدیدترین چالش یوتیوب. کسی تو یوتیوب اینو انجام نداده. سعی کن نخندی. آقا 17-18 تا کلیپ داریم که قراره من به این کلیپ ها نخندم و اگه بیشتر 4 بار خندیدم مجازات میشم. مجازاتم هم آخر ویدیو میگم. دهنم پر آب باشه و این ویدیوها رو ببینم. تا آخر ویدیو با ما باش. من نباید این کلیپ رو میدیدم. شما فرض کنم من رئیس جمهورم، الان شما چه صحبتی دواره؟ خدایی با باش هد بزنی، از خندان نی این اشتباه برام چیدن داخل. پسر ایرانیم دیت اول بگی بیا خونه کنسله. من یه پسر ایرانیم، اگه برام نود نفرستی کنسله. منم یه معتاد شیره‌ایم، خار جفتتون گاهی. شایان کاکو توی کارو انجام بده، هیچی نمیشه. من انجام نمیدم. آی خدا کاکو یه دست تشریف میار قربونت. این در یخچال برای ما با می‌کنی؟ خدا خیرت بده. یه دستی اون پایینو میزنی برام؟ بفهم میبینی میگم برق نداره. آقا اینجا چیکار میکنی؟ منتظر دوست دختر ما. دوست دخترت کیه؟ فاطمه. خب چرا دم این خانه وایسادی؟ خانه‌شان اینجاست. فاطمه مادر بزرگ منه. مادر بزرگ توه؟ آره. یا برو صداش بگو 3 ساعته پایین من الاف کرده مخابه بره برام PS5 بخره. بدو. ببین واسه منی که درآمد 1 ماه تو 6 ماه در میارم قیافه نگیر. چی گفتی بابا؟ ریدی که رفت اومده بنزین زده 88260 تومن 90 تومن پیلام دادم. بعد خورد نداشتم وش بدم گفتم تا خوردت برام بمونه درو گام خورد کو بسی فقیر. خب مرد حسابی ما دو خورده دو خوردی هم نه 1800 تومن داس فقیر. خب فقیر چوت بی عمو این قفله رو بکش بالا، من کیلو جا گذاشتم. اینو بکش بالا دوا بشه. این صدا من میشنوی؟ عمو این قفله رو بکش بالا. قربونت برم. نه این قربونت برم. این قفله کسخل، این قفله رو دارم میگم. قربونت برم. اینو بگی بکش بالا. کسخل خر سایه‌شو میکشه. آقا اینو بگی قربونت برم. اینو بگی ببین این کسخلی بچه. تو چجوری میخوای زندگی کشور رو بسازی؟ ریدی. وای اینا حتی تو اکسپلور خودم هم ندیده بودم. وای سمن. وای رفتار ما با کودکان. الو سلام بفرمایید. آقا، به خاطر آگهیتون تماس میگیرم. ما نیرو خانم میخواستیم. میدونم ولی خود ظرف شستن آقا و خانم نداره. خب درسته ولی ما خانم میخوایم. آقا ای بس دادن من مشکلی ندارم. فقط با روزی 2 ساعت کار کردن با این ماشین تونستم این ساختمون رو بخرم، این پرشو بخرم. اگر شما میخواید مثل من صاحب همه این چیزا بشین، روزی 2 گرم از این بزنین، تباهم بزنین، بخرین. بزن بغل. بله جان سرما. مدارک نارم. باید روی پارکینگ. چه دونیم با کیه مایرو پارکینگ؟ کی تو؟ یه لذبس آجوسه لوکیشن میفرستم بیا. لوکیشن آجوسه گاپمو آقامو محله دریش سومره. ای جناب سربان این هم گوینو من ناره. من اگه تو کون من برسی بشه جالسی دعوا میشه، چاقو کشی میشه، کون ما پاره میشه. امیدوارم همچی آدمای بیشتر بشن.
خب بریم کلیپ بعدی. اینجا ایرانه، میدونستی؟ باشه مادر بسه. ایران به دنیا آمدی، مادر بسه، بچه بغض کرد بسه. میدونستی ایران به دنیا آمدی؟ آره. همینو میخواستی بابا، گریه و چاقر در اومد. مگه خبر منو اینجوری میدهی اسید؟ میذاشتی ذره ذره بفهمه بزرگ مدرسه بره، خودش میفهمی. لباسش هم با من ست کرده. من دوست دخترت نمیشم و با من ست کردی. خب من با دوست نمیشم. داداش این کلیپ دیدیه؟ کلیپ چنه؟ آیفون 17 پرو مکس تازه اومده داخل بازار. آیفون 17 پرو مکس 200 میلیون داداش، چی تره بسونش؟ خود شوخی کنی؟ بابا من 8.9 داداش. بیا سیکون زنت زر پوستا کن نوشت قیمت. آخه بخته سزاوا. وقتی که شب خونه مام بزرگت میمونی و یادت میره لباس بیاری، لباس مام بزرگت رو میپوشی. اشتباهی فکر کنم پستونا مامان بزرگتن توش جا مونده. خدای منو ببخش، ما فقط میخندیم. آقا من فکر کنم بیشتر از 4 بار خندیدم و مجازاتم هم توی ذهنم چالش سطل آب یخ بود. متاسفانه به دلیل کمبود یخی که ما داریم با کلیپ بعدی میذارم این مجازاتو میرم. عاشقتونم، خیلی دوستتون دارم. اگه سابسکرایبر ما رو دنبال کنید، دکمه لایک زنگوله رو بزنید که کلیپ گذاشتیم اولین نفر باشید بفهمید. عشق منید، دورتون بگردم. اگه یه روز انگیزه نداشتی که بلند شی، به اون حرومزاده ای فکر کن که منتظر تو زمین بخوری.